مسلمانان غیر مسلمانان را به دوزخ حکم نمی کنند مگر با شرط. سوال: یکی از دختران بودایی بودپرستان با سواد که پس از تحقیقات عمیق درباره اسلام که 7 سال ادامه یافت به نزدیکی اسلام را قبول کرد. اکنون در دعوت مردم به سوی اسلام فعال است. با سبب دعوت او یک چند مردان و زنان اسلام را پذیرفتند. در یکی از صحیفه های دعوتی او با چند نفر از نو مسلمانان به یک منطقه دوردست مرد از بودایی ها از او چنین پرسید: چرا شما مسلمانان حکم میکنید که غیر مسلمان ها به دوزخ می روند، در حالی که ما در این منطقه تا امروز درباره اسلام چیزی نشنیده بودیم؟ پس آیا پدران ما در دوزخند و گناه آنها چیست اگر شما مسلمانان دین حق را به نزد ما نآورده باشید؟ آن برادر پس از این ملاقات اسلام را پذیرفت. آن خواهر نو مسلمان با ما تماس گرفت و خواست که جواب قانع کننده برای سوال آن مرد داده شود. جواب: الحمدلله، مسلمانان به غیر مسلمانان حکم نمی کنند که آنها در آتشند مگر با شرط اینکه به آنها قرآن یا شرح معنای آن از طرف دعوتگران اسلام با زبان خود آنها رسانده شده باشد، چگونه که الله سبحانه و تعالی فرموده است: و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این قرآن به من وحی شده است تا شما را با آن بیم بدهم و هر کی به او میرسد. این قرآن سوره انعام آیه 19. و این چنین الله میفرماید: و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز عذاب نمیکنیم تا اینکه پیامبر بفرستیم. سوره اسراء آیه 15. پس خلاصه چنین است: پس هر کسی که پیام اسلام به او رسیده است ولی انکار کرده است و کفر ورزید بر این پیام و بر آن کفر دارد، پس او از اهل دوزخ است. اینچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: والذی نفسی بیده، قسم به نام آن ذاتی که جان من در دست اوست، لا یسمع بی احد من هذه امه یهودی او نصرانی. هیچ کسی از این امت، نه یهودی و نه نصرانی، خبر از من شنود و به من با آن چیزی که من فرستاده شدم ایمان نیاورد، ثم یموت و لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. بر آن چیزی که من آوردم آن را شنید سپس بر آن قبول نکرد و پذیرفت، مگر آنکه از اهل آتش قرار میگیرد. روایت مسلم. اما اگر شخص در منطقه دور زندگی میکند، اسلام به او نرسیده بود، یگام دعوتگر یا کتاب بر او حجت را نرسانده است، پس حکمش نزد الله سبحانه و تعالی است و به عقیده درست و فهم صحیح علمای اهل سنت. این گونه شخصان در روز قیامت آزمایش، امتحان، مورد امتحان و آزمایش قرار میگیرند. اگر اطاعت کنند به بهشت داخل میشوند و اگر سرپیچی کنند به دوزخ میدرآیند. چنانکه الله میفرماید: و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز عذاب نمیکنیم تا آنکه پیامبر بفرستیم. سوره اسراء آیه 15. و این چنین عالم بزرگ ابن قیم رحمه الله تعالی در کتاب خود طریق هجرتین صفحه 570 بعد از آن در بخشی که برای طبقه 14 مکلفین تکلیف شدگان سخن میگوید، این مسئله را با طور مفصل شرح داده است. این بخش در پایان کتاب زیرین به عنوان طبقه های مکلفین آمده است. پس بینگر و بخوان آن دو کتاب را، یکی از تفسیر ابن کثیر و دیگر طریق هجرتین، برای فایده بیشتر و درکی عمیق‌تر. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است و درود و سلام بر پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم و خانواده و یارانش باد. منبع: فتاوای لجنه دائمی البحوث العلمیه و افتاء، جلد دوم صفحه 95.